زندگی در جریان است و من در کنار شما خوشبخت ترین زن دنیا هستم. سلام. چطوری خوشگلانه؟ چطوری؟ آه ای مثلا دختر شو جگر اصل مگر می شود دیگر آرزوی جز خوشی شما داشت؟ زندگی ما در کنار همدیگر مملو از عشق و دوست داشتن بود، تا اینکه زنی همچون کابوس سیاهی همه دلخوشی هایم را از من را بود. حالا من مانده ام با آرزوهای از دست رفته‌ای که نه راه ستیز است و نه پای گریز. دیگه اوش کده باره در ما زنگ نتونی. خدا کجا شد؟ دکتر سه دستم درد نبار شدن. دست نبار شدن. خواهید پیش سواری؟ پیش بری خیلی. کجا دیشم هستم؟ اینجا افتادم نبار شدن. همه جا هستم؟ دیشم خیلی رویشم چیز کدام؟ هیچی چیز نشده افتادم من رقم شدم. افتادی یا کدام گاوی دیگه است که شما پنهان مونید؟ نه هیچ گپ نیم. شما فقط هم دیست مرسه کن که من کار نشده باشم ما عجله دارم خیلی. آقای من راست گپ خوب که قد از من چی شده تو را؟ یه افتاده ولی نیم. بسر سروی تو بخی بدر کام سیاسی هایم. سوکا؟ درد دارم؟ خیلی درد دارم. بیما کم اوگاش دادم که بفته که رقم اوگار نمیشه پیشیم تو سیاه. های دکتر صاحب شما چی پنهان؟ ما یک زندگی خیلی خوب و آرام داشتم تا وقتی که اونو بابایی اومد سترم بابایی شد. سلام. چطوری خوشگلانه؟ چطوری؟ آه ای مثلا دختر شو جگر اصل الحمدلله کنم. چطوری عزیزم؟ خوبی؟ زنده باشی بخیر باشی. باشه نه بابا گیفت آوردن. شم از مامانشه. تشکر خیلی خوشگلم. تشکر. برو خد مامان کمک بچیم برو. چایم حاضر. دست گل درد نکنست. خیلی ببینیم بس کار دارم. چی؟ خسته که نشدی؟ نه خدا رو شکر. هر چقدر که خسته شم که در پیش از تو دختر که بین خستگی رفت میشم. اعتراف این چای خوشتر خوشبوی در روزانه خانه میریم و بخیدیخ میاریم از پشتا لحظه شماری میگه که تو خانه بیم چی کنیم میگه؟ باید کار کنیم نه؟ کار نکنم هم نمیشه گلی دخترمه چه خوشگلم چه خوشبویم دخترم خود چه خوشگلم بابا چه؟ ما دختر قد خود دوست دارم دختر مقبول خود دوست دارم نتی برای تو هم گل آوردیم؟ مامان تو رو من گل خود رفتم داخل آب گذاشتم که خراب نشود بابایش دختر من هم جا دوست داره سیب به دختر من گل آوردم
تنشن نگه دسته جارو گریفتم کمر تو میبنده زندگی نکتو نخ نمیگه سلمان بود جان من کسی با خود خسور سفته شادی جان در جا مورد میشی اون مدیر سنتر زنگ زده که زیست دختر از تو کل شاگرده دست فراره چیز عمری تو من یه سلمان اگه بکته و در تو زنگ زده این روشن زر پیش من لگه تو دراز کردم تا خودش نشونه این روشن کراش از ماید یاد آینده کسی مستر نکنه تو در آبونه تو دختر خب به شرم حیا هسته یکی راش چیز خلا ولی تو دقمش نشو مثلا ما از نماش بخته ما خود بفهمیم که دقم خالای دیدی از این چمنی شاخه عیف که دیسم در تو نمرسه اگر نه چیز پس بسخره تو خود خلجار که قیافه سر پیش تو و دیر من دیر را چپچی تو دیتو دیگال آلیت بایا تو رو ببرده گور در نه خود خلجار که تو بل بایا ما که باید تو شک بخی سر سگاری بد تاثیر نه اوی فدای خدایش نمایی نیخ کم کده ستاره بچه غم زیاغی برده نشو خرزی می باره برده اره خالای بخی در سر بازیم سلام خودم بخیریم سایکو پرکی تو قشده علی کم دفعه ملازمه دبلزمه خبر نی کار نکن اون جواب تر دو چلی نوشته او خالای زی مدیر چرقده زو گفتی خود خبر کو رسوایه گو کار نکنه بیز یا لابروی زمور برده او بچه بیل که کنه مر کار که منه بیزو مزی سزی تیم دختر او خوش نخورده اف خدای توبه یک سکسکور پیدا نمیشه که میل لاش باید بگیره بلای جان ما جوشده اینجی اره خالای ما از خاطر احترام استو ما او توره نمگو مگنه هیچ کس مندینی کس نیم باز اگه که نیست مشل باشم ما او جلدوم رو تر نمیم نه بچه ما تو کار نگر تو خود هوشیاری تو صبر کتو ما غم زیر مخروب دمزی خانه گاز داد پیدا میشه کدام بخیر نه او دختر بور دادشخانه چیپس هسته بور سرخ که بخور دل دست آبید باید دانده بیدیم تو شادر کار نیم تو ده پیش بشی چیز کار کردی تو؟ ویتیم دختر چیز کار کردی؟ چیز جمع رایا؟ کجای نان؟ مگه نان هسته کجای چیزم پیدا نمیشه اینجی؟ کوری میدونست پیدا اینجی چیم تو ترگه؟ زور بخواه شما بخوریم کارشم پوشنه خانه نیه بیرنه همشته دیگه یادم بشه ما مزدور نیم خود دیست نداری بشه طالب تر بلده کار بده بلده خورده نبوده تو ده اینجی به گورم نمونه ما شتا نمکنم خود تو چی کار شتا نمکنی؟ خود خواب آیا ما چیز کنه؟ چیز کنه؟ اینه خالای سال که هم نیست حرکت تمام مرتب ای خدا تو در من قطعی نمکن تو روز را بورد تو بلا در کجا بودی بلده از مده دنیا آمدی خوب سر که تو ایش بچه تمام زیر ترک در خدای در سر ناسم نرم تو میادم دریش سکر داشتی و شب دیده ایزی نیستم یعنی نریش نما دکتر بودن کنو خوب کدوم حق از این شیطان می بود
تا ای باشه که از راه نزبان بازی نکنه. بعد که دیگه خدا دیگه سر نزده که چنشده نکوی بچم خیر دست بدن چه بازوی تو خدای شادی من اندر جونی مرد کنه شاید خدا در سر از من استم ترکیف روشنگی کنه ایره با کربابا این دفعه پیدا شد گم نونم از اینجی نکن خیر برید خانه برید دمزوی فکر باش. الو سلام خوبی بخیر جان چطور اوقات خوشه؟ شکر الحمدلله. همین چیزا کجای موتور میخوایم امروز بینیم؟ ما یال در خانه این مقصد ما سنتر ریم یالی نه ایمیل باید برای بینیم از ما نمیشه چون ما سنتر مرم نه یالی اگر قدر ضرور نیه کار کنم خواسته در جا بایم بیا در پیش پارک ریزایی خواسته خوب آجیل بیا خداحافظ خوب است خداحافظ سوالم منیک چرقاریه؟ چی شده؟ چیز کار کدام ما؟ از تو انتظار نداشتیم کس خیانت کلام در مکنی ما و خیانت؟ ما شمارد در پیش بچهای سنتر روش کدوم این خیانت نیست چیز خلا؟ تو چیز مگی؟ او تو فکر نیم ما تو آدم نیم تو اشتباه فکر نیم دیگه در ما زنگ نزن نمیخوایم آرش صبر که دقیقه الو سلام چطوری خوبی کجایی چرا نمی این دیگه کار همیشه گیت شده همیشه مارم تو دیر در جای مطل آره بیا زودتر بیا دیگه 15 دقیقه از 15 دقیقه چی نباشه آره بیا منتظر شما سلام بفرمایید بشین کم نزد بفرمایید که کار داری نمیکنید از اون طرف گشتی دیدیم خنایی خواستم خنجر بای ماشناش دقیقا منظور شما رو نمیگیرم چی میخواین بگید هیچ موافقت است خوش نمیدونم خنجر داشتم من آدم متحیلم زن بچه دارم خیر ما خنجر دارم بچه اصلا مشکلیش نکن خب ممکنه شما مشکل نداشته باشین ولی من متحیل هستم من خودم مشکل دارم با این قضیه خب خیره موبایل تک نبیدیم
موبایل چیزی می؟ اگر کسی متوجه کرد ما منتظر هستیم. خداحافظ فعلا. مرا منتظر گذاشتی نامدی. خب خب مرم که یک اتفاق پیش افتاد برادر یک رقم استرس گرفت گفتم باش که این بچه نمی امام خود رست رساند من پیشت. اول که خوش آمدی خانه خودتیه. خب دیگه که چی قصه باشه که توی قدر بیتاب بیتاقت شدی. یاره یک اتفاق افتاده حالا نمیفهمم که من چیکار کنم. البته خب یک موضوع است که برای دشان از من نمی خب بازم گفتم بیایم قطو قصه کنم میرم. بسیار خوب کار دیدم دی. آل خیرتی باشه. یه قصه با عجله. یاره از خیر و شرشی که نمیفهمم. خب همین خود رو که وقت اوش نکرده بودم گفتم که یک چند دقیقه پیش نیم یک گپ بزنیم. از او خاطر بلدیت زنگ زدم. باز دمو وقتی که تلفن از تو رو قطع کردم این نفر آمد یک دونه دختر بسیار شیک جوان برادر آمد اونجا شیشته میگه که ما از تو خوش آمده در من پیشنهاد میده. من میگم من زن دارم. میگه ما با زن تو مشکل ندارم. خب حالا تو چیز گفتی ره؟ چیز کار کردی؟ چیز کار میتونم بکنم یک آدمی که زن داره بچه داره چی کار کنم دیگه؟ هیچی دیگه گفتم من متأهلم. ای بابا او مرد که اگه آدم مجید عاقل خودش دیگه مجید کارش نیه؟ آلی او گفت زن داره که داره. بابا هم دختر باید در تو آواز بده صدا بده تو از خوی مگه ما زن دارم خود داره که داره. آی اوه مرد که زده خراب کده دیگه یا نه رد نده تا بالا. نه دیگه خود شماره خوردت دمه داخل تلفن ما خود چه زد شماره خورد. خب باز گفته هر وقت تصمیم خود بگیرده من بگو. باز من زن داریم مو بچه بعد است. خب نگفت که زن من مشکل ندارم. گفت مشکل ندارم ما. اوه بابا بار بگیر دیگه چیز. ای بابا کشله تو از من مطرا بخوره. ای او رخم باش ما برم بگیرم اموره. ای مردک بار بگیر دیگه چیز منی. راست میگی تو هم راست میگی. بار بگیر سلام عزیزم خوش آمدید. خوش باشی. مانده نباشی. چی شده امروز؟ چرا جواب نداد؟ الو؟ الو؟ سلام خوبی بخیر سلامتی؟ تشکر زنده باشید بخیر باشید. نشناختم. امو که پیشتر شماره دادی در رستوران نمونه ما. آها خواه شناختم. یعنی فکر حرکت رسی؟ آره فکر کردم امروز خاطرم زنگ دادم در تو دیگه که بگم مای نپارزی هستم نکن. خوزه خوشحال شناسم که دیگه جا باشی مال جای نکم بده باز گرد زنی کن سره بده هست عزیزم صدایت میامد خط که گرد میزنی؟ به تو چی؟ به تو هیچ ربطی نداره. من میخوایم زن دیگه بگیرم تو هم دلت که میشنی یا موری دیگه تو تحمل نمیتونم. چی؟ چی موگی تو؟ من اگه مرده باشم که تو دیگه زن بگیری. تو شکر بکش که تو ری قدیر من تحمل کردیم. امیر با زندگی ما بازی نکن.
من چی کم دارم؟ چی کم اشتیم برای تو؟ بحثی کم و زیاد نیه صبر خب بحثی کم و زیاد نیه سرمو خوش نمخوری تکراریش ده برای من آره حاصل ازدواج از ما یک تا طفل ده مو فکر که دقیقا لطفا زندگی ما خراب نکن اگر بودی با زن جدید مخواه اگر بودی با طفل خواهم هستی نمی خانه تسته هستی اگر نبودی همراهش نساختی نیستی تکراریش ده برای من خستم نیمره برو دیگه نم فهمید چرا این تا یک دفعه تغییر کرده هیچ در مورد زندگی با فکرش نمیم محجوم که چی شده ایره اصلا حرف در گوشش نمیم خدایا چی کار کنم زندگی ما خراب میشه این در همش نمیدنم اینه من جوابیت بدیم و بشیم تحمل کنم این رقم نمیشه چی کار کنم خدایا اشترالی خسم دیم این آنیالی ما چون بگم چقدر نراحت شد الو سلام لالای خوبی بخیری؟ خدا جان چطوره بخیری؟ شکر شما خوبی؟ شکر چیز خبرها امیر خوبه؟ خوبه شکر شما خوبی؟ سبایت چرا دیگر کمر چیز گپ شده؟ چی بگم از این بختی کم خوب؟ چرا با؟ چرا ویدی؟ لالای امیر مرم گزخانی و بوش ما دیگه خودمون چرا؟ هیچ خبر نیم یک دفعه من چون چی کرده شما بس چی بگید؟ لالای من زنگ دادم گفتم من این در کشتا نمیتونم قد از تحمل نمیتونم ما زنگ دادم ما میم بیا دنبال ما بیا مرا ببر سعی که اگر از این نگاه زنگ زده که ما باید دنبال شما را ببرم دیگه هیچ وقت کسی زنگ نزنه خب نمو کسی خانه تیا و نمونش کسی زندگی تیا لکن که موشه و نمو شوق تیا خود باید همراه زمو گزارک نی لالای تا هم همین رقم بگی شما من از درگی خود جواب نید من کجا برم جواب کسی سعی کابرو از مور نبری خود که باز تو از اون جبور شنی و نمو جا رقم موشه و نمو شاورت میشه رقم میشه و نمو اینجا بیشی گزارک و دیگه وش کنید زنگ نزنی آبروی از مور نبری اگر نه امنت تو نموزی نصیب یک گلوله برم دیگه وش کده ای بالا در ما زنگ نزنی خدا کجا میشه ما امید که در بیرور زنگ بزنیم بیرور که نشه و بچه مردم خوبی از نمیشه
اصلا فکرش نمیکردم که روز زندگی ما در حالت بود. چقدر زندگی ما خوب بود، چقدر دیگه خدا دوست داشتیم، چقدر زندگی ما شیرین بود. نمیفهم خدا چی شد یک دفعه؟ چرا؟ بخیر هم مادم چی کار کنم خدا؟ تو خودت ما یک راه نشان بده خدا، تو خودت دل مرا یک صبر بده. جم دل ما آرام نمیگیره که بیشون نمیگه. بیا برم یک دفعه ببینم شاید دروغ باشه، باشه از نزدیک ببینم شاید خدای خود در معجزه کنیم اتفاق نیفتد، دوباره زندگی ما مثل اول شد. یک خاتون میکرد که از اینجا اول میشکل بال میبود، یک خاتون رو برده که هیچ مسائلت نمیشه، از دست اینجا والله نان خورده نمیشه. آره نه آقای جان دیوز نه، امی مرد که این رقم کستا بادا اگنا آل اولاد تره دیگه چیز کل بین شما ناتقسیم منده که در دست روی یک زده رهیم. بیا اینجی چای نکاله، بیا اینجی. تو از جانم زی چی میخوایی؟ از روزی که ما این را آوردیم تو تا امیه هر روز قدازی جنجال داریم، در سر روی یک دیگه زده رهیم. من از این کار ندارم. عالی آمده دمه یاد بیده مثلا که تو داخل چی چای خوش داری. من فقط همه قدر گفتم امیر داخل از چای نمیخورم. بیده
سایکو یاد پیش تو خودچر کم مسئول نشان میده. بیشتر قبول داشت بخانه قمران میده کرد. من بارا خیلی باشه که دیگه از این کارا میخوام. بالش برچه. بالش. خیر تو در قصهش نشما میخوام از ببرم. خانه مانه سیکلتون خود خاطر میگیره چه چطوری معلوم نمیشه. کریم هم بودم که چند روز کم صاف شده. بیشی او شده بد نبود. خواهی دمه خود بیاد میگی؟ تو اگه خوب بودی سرزمان به خانه من کار نمیگی. خیلی تو اگه خاتون بودی ما دیگه خانه نمیمادو. بابت جسر تو قدر نه زبان بازی منی؟ قبل از اینکه تو بی ما خانه ما گلزار بود. حالا کدی کمی دی پاکو. زیاد زبان بازی نکنم مرد کم نیاز باید بگیرم چنان زدم کنم که خودتو بفهمی. پای اگر دزید پای تو سر ما اشکال نمی خود کن. خواه چقدر تو بیشرم و بی‌حیا بودی. خواه تو یالوق شده. میخوایی ما رو پیش چی میز مکتبت کنی؟ باش ما رست پرسانمونو. دو دنه خاطو در این خانه ولی اگر نیت دن اشغال با کجای نو خاتونا؟ دو نفر آدم در این خانه تا یولی سعی کنه یک دفعه که اون همه اشغال که داری گذاشتین؟ کاش دارم کشکر چک شد می؟ نه میدونم تا یولی دو نفر آدم در اینجی؟ و مرکزی اصلا ما شد نکو ما میخواستم برم کنم ولی او خاتون نمیله برم دیگر آدم کو خواه این تا گپایه ما کنیم خیلی گپ همشه بین شما کجا سالم؟ او خاتون آمد یاره چی شده؟ چی خبره؟ چی شده؟ چی خبره؟ مرگی چی خبره؟ چی شده؟ چه خواست قربان برمونی؟ خود چی خبره؟ یک دفعه اصل گفه بگوخته چیز گفه بین من شما چی نتصمیم؟ از وقتی که میره به هر روز تو خود از سر از چیز بلند کرده یک موضوع دیگه من در خانه نیم تو چیکار داری؟ نوکر نورده من در اینجا من دیگه بس دیگه حوصله نمیکنم خب حوصله به سرریز شدم امی که میره گرفته و کم بود که ولی باز می سر از من گرم نمیزنی آوردم نوکر در تو نوردم من غلط کردی که آوردی من دیگه حوصله ندارم دیگه حوصله از من سر دیگه بس دیگه من سر من گپ نزن دیگه سل کمیر اون تو قصد نه برم رو آدم کو چیز جور تخت بخیر ما منتظرم میرم فرصت برم برام ما میره آدم بیشرف چی گفتی؟ ما اختیار ما که بعدم دیگه میرم فهمدی یا نه؟ بعدم این زن دیگه میرم تو قدر اشتیاری؟ تو قدر اشتی؟ زن است بشی تا زن بودم بشی ما خیلی آدم ما مفهمم که زن چند تا بگیم دکتر صاحب اینی بود از سرنوشتی از من خیر آقای من درمش نشو ما اون رای تمکاری نم درمش نشو